سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با زیباترین پل‌های جهان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. پل راکوتسبروک مال آلمانه، یکی از پل‌های باستانی اروپا. پل شیطان هم معروفه. دی باور دارن که این پل توسط شیطان در ازای دریافت یک روح انسان ساخته شده. این پل توسط فردریش هرمان در سال 1860 ساخته شده. به طور زمان بازدید به هنگام باز شدن شکوفه‌های گل خضر در بهاره. پل لیوینگ رود نانگریات و هند. نانگریات در هند ممنوع از آبشارها، کندوهای عسل و درختان فندقه. یکی از مرطوب‌ترین مکان‌های جهانه. از گذشته‌های دور قوم خاصی‌ها در هند با یافتن پل از ریشه زنده درختان جلوی به وجود آمدن سیلاب‌های فصلی را در این جنگل می‌گرفت. این پل میتونه وزن 50 نفر را تحمل کنه، تا هزاران سال عمر کنه. پل قرنطان مال لندن انگلستانه. در سال 2004 با معماری توماس هیتلو ساخته شده. امکان دسترسی به کانال گرند یونیون در منطقه پدینگتون لندن را فراهم میکنه. دوم دایناسور معروف فیلم جوراسیک پارک الهام بخش طراحی این پل بوده. پل آروکا شهر آروکا پرتغاله. روزانه نزدیک به 500 نفر از پل 516 متری آروکا دیدن میکنن. به عنوان بلندترین پل عابر پیاده در جهان شناخته میشه. ارتفاعش به 175 متر میرسه. پل گلدن گیت مال سان فرانسیسکو آمریکاست. با معماری اروینگ مورو ساخته شده. رنگ نارنجی آن مطابق با محیط در بافت طبیعی سان فرانسیسکو. ماهی 20 از 3 میلیون خودرو از این پل عبور میکنن. پل مواج هندرسون سنگاپور. نگاه کن پاشا میخورم تا. این پل مکانی زیبا برای تماشاگران پرندگان هنگام غروب خورشیده. هر روز از ساعت 19 تا 2 بامداد روشنه. زیبایی این پل را دوچندان میکنه. پل بلندترین پل عابر پیاده سنگاپوره که با استفاده از استیل و چوب گیاه بلاو ساخته شده. به زمان بازدید هنگام غروب از دیدن پرواز پرندگان لذت ببرید. پله سنگی کوانگ چین. این پل سنتی زیبا از قطع سنگ‌های تراش خورده ساخته شده. در آب فرو رفتن. سر رودخانه جانگ رو فرا گرفتن. شما با عبور از این پل در منظره‌های زیبای خانه چوبی منطقه داجالو قایق‌های به شکل اژدها حرکت‌های اردک‌های کوچک در مسیر رودخانه لذت ببرید. پل ادموند پتوس شهر سلما آلاباما در ماه مارس 1965 به حدود 600 نفر از معترضان سیاسی به رهبری مارتین لوتر کینگ به مایه اعتراضی از پل ادموند پتوس عبور کردند. آنها به خاطر طراحی پل نیروهای سرکوبگر را که در آن طرف پل در انتظار آنها بودند نمی‌دیدند. انجام هنگامی که با آنها رو در رو شده پایین نکشید و جلو رفت. این اعتراضات به خاطر سرکوب‌ها ساکت نشد، بلکه تعداد آن چندین برابر شد. حدود 3000 نفر از معترضان عبور از این پل دور هم جمع شد. در صورت طی مراسم این حرکت شجاعانه مردم سلما جشن گرفته میشه. پل ورپون دوگار فرانسه. این پل آهکی در وسط رودخانه گاردون و بین دو منطقه مصر و اوزش قرار داره. پوندگار حدود 2000 سال پیش توسط رومیان ساخته شده. پل مکان زیبا برای گذران تابستان، شنا کردن در مسیر رودخانه گاردون و لذت بردن از تماشای یک غروب زیباست. اینجا همراه بودید. لایک و فراموش نشه. کامنت هم بذارید. تا ویدیو بعدی بدرود.